به نام آن که دل کاشانه اوست. به نام آن که دل کاشانه اوست. چراغ هر کس در خانه اوست. به نام آن که جان را فطرت آموخت. به نام آن که جان را فطرت آموخت. چراغ دل به نوری جان برافروخت. سلام و درودی بی پایان نثار یکایک شما زبان آموزان ارجمند، هموطنان گرامی و یکایک شما رو به افیر درس امروزه خوش آمدید میگوییم. کازان تجه السلام علیکم و علیکم السلام. خوش آمدین. تشکر زیاد که آمدین. رحمت برای آمدنتون. طلبه نادانک آمد. نه انشالله طلبه نادانک نیستین. شما بخشش زیاد که دفعه گذشته من شما را نشناختم اپای نکه نظر. بعدا در یک افیر فهمیدم که شما اپای نکه نظر هستین. Time is gold. سلام به همه. سلام بر شما نیز. دسترخوان زیبا سلام به همه. بر شما نیز سلام. یکم لایک. تشکر برای لایکتون، برای آمدنتون. May I come. Time is gold. شاید منظورتون may I come باشد. May I come یعنی ممکن است که بیایم. may اگر باشد همیشه ممکن است برای شما. کازان تجه استاد من ندونستم جنگ نکنید. نه انشالله که جنگ نمیکنیم انشالله. Time is gold. مای دیگر است و می دیگر است. یعنی ماهی مای می نویسیم که همون نوشته می شود. خب Time is gold. بله. شیر نری بدخشان سلام و علیکم سلام. خوش آمدین به افیری امروزه. خب در سرخوان زیبا همینجا هستین؟ در سبشه سالموندین نموندین؟ شیر نری بدخشان استاد سازی خوبی شناختی؟ راستی نشناختن. نامتون چی بود؟ معرفی کنیختانه. دنیا world. Hello everybody. Hello. خوش آمدین دنیا world. دسترخوان زیبا. بله ماندم. تشکر زیاد. دسترخوان زیبا. خب اپای بسیر 91 با فکرم تا حال ندارمدین. اگر همینجا باشن خوش آمدن. خب دوستان گرامی، کسانی که بار اول از اشتراک میکنن، ما هر روزگاه افیری درس های انگلیسی آنلاین داریم که ساعت 9 آغاز می‌یابند، 9 با وقت مسکو، و گاه نیم ساعت گاه یک ساعت دوام می‌یابند. از کتاب نیو گرامر تایم است. از کتاب نیو گرامر تایم. و دانشجوی فعال افیری گذشته بسیر 91 بودن و امروز کانالشون یعنی در اول افیر گذاشتیم. ضیاءالدین خدای نظر و سلام علیکم استاد. یک پیشنهاد بود 10 دقیقه را از اول و 10 دقیقه از آخر برای صحبت باقی درس و درس. این از دانشجوی صنف 1. بله 10 دقیقه صحبت میکنیم و درس آغاز میکنیم. تشکر زیاد. کازان تجه استاد منم یک کانال کشودم رکلام کنید. خب حاضرین
Time is gold. بخشش استاد شما اپا میگین یا اپلاین قریب همه را اپا میگین. یعنی بعضی کسا در اینجا اپا هستن، خواهر هستن، بنابراین یعنی هم خواهر و هم اپا را همش هم اپا میگیم. ظریف جان امینوف سلام علیکم. و علیکم سلام. خب اپای نکه نظر یک لحظه. مهمت گل سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین. تشکر زیاد برای اومدنتون. کازان تجه اپای نکه نظر همین باشد. چند پت پیسچیک دارین؟ اکا ما کی خیل انگلیسی یاد گیرین. چی خیل شاید منظورتون باشد. چی خیل انگلیسی رو یاد گیرین. خب ما هم درسان برای نو آموزا است. یعنی میتونین که هر ساعت ما اشتراک کنین و هر چیزی را که نمیفهمین در وقت پرکتیکا تمرین بپرسین و کمکتون میکنیم. همین خیلی استا انشالله با هم پیش میرویم. اپای نکه نظر کانالتون چی نداره، بانر نداره و با چی است؟ یعنی وقتی بانر میکشون یعنی تنظیمات نداره. یعنی یک با تنظیم در آوردنش در کار که به مثل کانال اپای بصیر 91 این خیل یعنی نشانتی هم ویدیو هم گلاونی هم پلیلیست هم کانال دیگه و دیگه شه. خب اپا جان همینجا باشین. کازان تجه شدیم دوستان گرامی. کازان تجه یک کانال نو است. یکی از اپاهای ما و شما است. میتونید دستگیری کنین با подписаться و لایکاتون. خب چند نفر است؟ کازان تجه رحمت دوستان سلامت باشین. ظریفشان امینوف اکا یک کانال مرم بینین چی؟ ما گفتیم برای دانشجوی فعال کوشش میکنیم هر درس یک کانالی رو بینیم. خب خواهشتون رد نمیکنیم. ظریف جان امینوف. ظریف جان امینوف. ظریف جان امینوف همین باشه. یعنی صورتی ماشین موندگین. اینا اگر بلوگر باشین یا اگر بخواین مثلا подписаться کنیم. به خاطر که بعضی ها میگن ما فقط برای استفاده یوتیوب میشکنیم подписаться لازم نیست. یعنی اجازه پرسیم خوبه. کازان تجه نو کشودگیم تا حال یک ویدیو دارم. بله یافتیمش اپای نکه نظر. خب ظریف جان امینوف اجازه هست برای подписаться. عبدالبصیر و یاسمین همینجا هستین. عبدالبصیر و یاسمین همینجا باشین درس آغاز کنیم. влог ошхона тежа салом. салом ҳама каса хубен иншоалло. ва алайкум салом. шукри худо хубем. тенҷем шумо хуб ҳастем? тенҷем хуш омаден. ташаккури зиёд барои омадантон. дастархони зебо. ва алайкум салом. хуш омаден апаҷон.
خب ظریفجان امینوف همین خیل میشد اکا همین میشود چی؟ همین شاید همین خیل گفته سواشن میشود. خب اگر شاید подписаться میکنیم اینمو ابونا شدیم در شما. خب خوش آمدید به کانال دنیای انگلیسی. کازان تجربه گفتسته. سلامت باشین، تشکر زیاد. خب دیگر درس آغاز میکنیم انشالله. نازنین 2000 السلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین. تشکر زیاد برای آمدنتون. ظریف جان امینوف و اکا جان همین خیل رحمان شاید رحمت منظورتون باشه. سلامت باشین. خب بار دیگر همه کسا خوش آمدید میگیم. خوش باشید استاد. نازنین نوشته است. سلامت باشین. همه شما رو بار دیگر خوش آمدید میکنیم و بپردازیم به درس امروزه. چگونه که اپای نکه نظر پیشنهاد کردن، گفتن 10 دقیقه اول و 10 دقیقه آخر رو برای صحبت و باقی برای درس. الکی 11 دقیقه شد. دیگر میپردازیم به درس. چخیلی گفتیم. خب یای 15 ایمیگرانت. السلام علیکم و علیکم سلام. تشکر زیاد اپا جان برای آمدنتون. خوش آمدید. رحمتی کلان. کازان تجه استاد جان رحمت کی من چند حرف رو میشناسم. سلامت باشین. سلامت باشین. انشالله استاد همه کسا به پیش میریم. یای 15 ایمیگرانت پنجم لایک جان سلامت باشین. اشخانه با بسم الله. Good evening. Good evening for you too. استاد و همسینفا سازین. شکری خدا سازین. ممکن استاد با درس؟ البته ممکن است. ممکن است. خوش آمدین. سلام علیکم با همه آشخانه با بسم الله. خب من دیگه درس آغاز میکنم. اگر در سرخانه زیبا هم اینجا باشه یا اپای بسیر 91 یا اپای نکه نظر میتونن یا هر کسی که هست میتونن، یعنی آدمایی که نو میوین خوش آمدید کنین و ما زیادتر به اکران کامپیوتر نگاه میکنیم، یعنی به تلفن کم توجه میکنیم. دوستان گرامی، کتاب نیو گرامر تایم قسم یکمش است، یعنی کتاب یکمش است و این کتاب یعنی عبارت است از این سلسله کتاب ها عبارت از 5 مجلد هستند، یعنی چگونه که در اینجا میبینید 5 کتاب است. البته اینجا زیادتر است به خاطر چیز زیاد است، یعنی از هر یک کتاب برای دانشجو است، یک کتاب برای معلم، یک کتاب برای دانشجو، یک کتاب برای معلم. و ما الان در کتاب یکم هستیم. و در صفحه کی میگوید؟ در صفحه چند رسیدیم؟ در صفحه چند رسیدیم و موضوع درس گذشته چی بود؟ وظیفه خانگی. وظیفه خانگی چی بود دوستان؟ پوزیتیو ادجکتیوز گرفتیم، یعنی جانشین های صاحبی، و درباره پوزیتیو اس یعنی اسی ملکیت نیز گرفتیم. خب درباره رنگ ها رو پرسیدن، یعنی رنگ ها چی رنگ هست، یعنی رنگ اشیا چی رنگ است. در اینجا دسترخوان زیبا میگوید افیر چسبید. خب حالا هم چسبیدگی است. مهمت گل حالا هم چسبیدگی است. یعنی در ما خوب است، یعنی نمیدونم وای فای هم خوب است، یعنی اینترنت خوب است. اگر چسبیده است باشه بکشیم و سر گیرون کنیم، خاموش کنیم و سر من خیالم عیب اینترنت باشه.
ها نه ساز شد. خب ساز شد. ساز شد. نه ساز شد. کم کم. شاید ای به اینترنت هم باشه کم کم هم خمیشه با ساز میشه انشالله. درباره رنگ ها یعنی چگونه ما میپرسیم که رنگ اشیا چی رنگ است گرفتیم. خب تمرین ها رو کار کردیم و در درس امروزه باشد درباره have got است. have got. خب آواز خوب است. اگر خوب باشد دوام تیم. have got. چسبیده است. چیکار کنیم؟ بیا خاموش کنیم اثر را گرام کنیم. ساز شد. میچسبد. افیر چوبا خاموش شد. ساز شد. دوامش. افیر را کشین اثر گرام کنیم. خب افیر را میکشیم اثر را گرام میکنیم. چورنی اکران. سورپریز است. خون اگ میشد. بله. اولی هم چسبیده است. اگر اولی هم چسبیده است باشه بکشیمش. چورنی اکران. حاکم جان فرخوری السلام علیکم و علیکم السلام. حاکم جان فرخوری چخیله اکران چسبیده است که ساز افیر کم کم. بله. خب افیر را خاموش میکنیم دوستان. کسانی که در افیر هستن خاموش میکنیم بعد از یک دقیقه با گیران میکنیم.